با مناسبت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه تیمورملک ولایت ختلان بنیاد 280 انشاءات به نقشه گرفته شده است. از این شماره تا امروز 145 انشاءات گوناگون تعیینات مورد بهره برداری قرار داده شده. حالا کارهای سازندگی و بنیادکاری در انشاءات‌های دیگر ادامه دارد و مرحله به مرحله بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده می شود. این همه آبادانی و بنیادکاری‌ها ثمره استقلالیت دولتی بوده. پیش از همه از تشبث‌های نجیبانه پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمون سرچشمه میگیرند. همچنین مقامات اجرایی حکومت دولتی و صاحبکاران در همدستی با ساکنان محلی جهت عملی ساختن تدبیرهای سازنده و پیشرفت و شکوفایی این گوشه وطن سهم نظر است دارند. در زمینه عملی سازی هدفهای سازنده از مجموعه انشاءات جشنی، کارگاه و کارخانه‌های صنعتی، مؤسسه‌های تعلیمی، انشاءات گوناگون سوای تندرستی، فرهنگ، بنیاد و از نوسازی راه‌های اتومبیلگرد و کشیدن خطای آب نوشاکی در جماعت شهرک بهمنرود و دیگر جماعت‌ها و دهه‌های دوردستی ناحیه و بنیاد دیگر انشاءات جشنی که جوابگو به طلبات زمان معاصر نقشه‌گذاری شده است، بر رشد بامرام ساحه‌ها و باز هم به بهترشوی سطح نیکوحوالی ساکنان زمینه مساعد فراهم می‌سازد. با تشبث صاحبکاران محلی در جماعت شهرک بهمنرود ناحیه آب انبار برای تازه نمودن آب و با آب آشامیدنی تامین نمودن ساکنان ناحیه ساخته شده، در مساحت 2 کیلومتر خط آب نوشاکی برای شهروندان شهرک بهمنرود کشیده شده است و شهروندان شهرک با آب نوشاکی دائمی تامین شدند. در این ردیف صاحبکار وطندوست و سخاوتپیشه ناحیه 1 کیلومتر راه داخلی کوچه رودکی شهرک بهمنرود را پورا منفعش نموده، رفتهای ساکنان و اتومبیل‌ها را باز هم آسان‌تر گردانیدند. با نظرداشت رشد ساحه تندرستی در اساس پیشنهاد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و با مبلغ‌گذاری بانک رشد آلمان، بیمارخانه مرکزی ناحیه که در جماعت شهرک بهمنرود واقع است تعمیر و از نوسازی گردیده، کارهای ساختمانی در شعبه‌های تولدخانه و جراحی در عرصه انجامیابی قرار دارد. بیمارخانه با هم نمود تجهیزات‌های نو و زمانه‌ای مجهز گردانیده شده. طبیبان مقصد دارند که صفت خدمت رسانی را باز هم خوبتر و بهتر نمایند. در ساختمان و از نوسازی بیمارخانه مذکور ساختمانچیان محلی جلب گردیده با معاش خوب تامین میباشند. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه در مجموع 180 انشاءات با نقشه گرفته شده. تا این جانب 145 انشاءات ساخته و استفاده داده شده. در 108 انشاءات کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. ما در آینده نقشه داریم که تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان انشاءاتی که ساختمانشان ادامه دارد با پررگی ساخته و استفاده دهیم. جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با یک صمیمیت با یک سربلندی پیشواز بگیریم. امروز در ناحیه تیمورملک کارهای آبادانی و بنیادکاری، فراهم آوردن شرایط مساعد برای تامین رشد ساحه خواجگی خلق و دستگیری اهل زحمت وضع اقتصادی ناحیه سال از سال بهتر گردیده ایستاده است. صاحبکاران و محنتکشان ناحیه از سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون تصمیم گرفتند که جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاویزهای ارزنده محنتی پیشواز گیرند.